چکدارین رژیم اسد و گروپین آلیکار پیره ین پشتوان کری جالی ایرانی و دست به تفگرین لشکری نو لدورین سینوری به ولاتین عراق و اردنی را کرن. هنجه درن استخباراتی تفگر به صدان جلشکرین رژیم سوریه و گروپین شیعه ین پشتوان کری جالی ایرانی به توپخانه و چکنگران و تانک و زری پوشان بر به باجاروک سبع بیار و یل نزیکی ریا استراتیجی سرکه دنابرا شما پایتخت سوریه و بغداد اشکره کرن. او جیو ارمانجا کو او دورین کو داعش جید تینه وکشاندن نکوین دسته ارتشا سوریه یا آزاده. هر وها نوچه دیبکای استخبارات اسرائیل دازانین که هزین تایبت جهرسی ولاتین امریکا و بریتانیا و اردنه دو ایواری در باسی خاکا سوریه بون. او جیج با جناف برنا و پروسا ایرانی سوریه هفبش یا کو ارمان جاوه جناف برنا دست پیشخریا امریکا یا نویه. پیشکو ترامپ گراخوی روجلاتا ناوین بکه. لگور نوچه استخبارات اسرائیل که او هزین هفبش یوان سی ولاتان جخاکا التنف لسر سینور اردن و سوریه و عراق در باسی سوریه بونه و لسر خالا سینوری یا کو کنترولاری یا تدمری و بغداید که دمینن. نوچه دیبکا اسرائیلی سربار کرد که ارمان جاوه هیزا بریتانی امریکی اردنی جمانا لوی خالی اوه که بروانیا و پروسا ایرانی سوریا پشتوان کری به چکدارین حزب الله لبنانی و هن گروپین عراقی بکن. لگور همان نوچه که ولات روسیای آلیکاریا پروسا سوری ایرانی دکه بریا استخبارات خواه و زانیاریان درباری هیزا بروان دوان. ولات عراق جی جالی خود در باسی و هلا هرمی بو او جی بریا تفگرین لشکری کو ارتش عراقی و 8 شعبی یا کو افسرین ایرانی بریو دبن.